هنوزم صبحونه نون و پنیر و چای شیرین میخوری؟ کاملا غلطه. چون هر کسی باید صبحانه مناسب با مزاجشو بخوره، وگرنه سست میشی، دچار معده درد و چاقی و استوپ وزنی میشی. اگر مزاجت بلغمه یا غلبه بلغم داری، اردشیره، تخم مرغ عسلی، نون سنگک با مربای زنجبیل و یا فرنی بادام برات خوبه. اگه صفراوی هستی یا غلبه صفرا داری، شیر برنج، نون و پنیر و کمی خیار، کمی حلوا ارده با نون و فرنی بادام یا شیر و بادام برات عالیه. حالا اگر سوداوی هستی یا غلبه سودا داری، صبحانه برات آش جوی سبک، نون و کره محلی، مربای به و یه مقدار حریره بادام با کمی دارچین برات عالیه. و اگر مزاج دمویه یا غلبه دم داری، عدسی سبک، نون و پنیر و گردو، یکم فرنی بادوم با کمی زعفران و حلیم سبک خونگی برات فوق‌العاده است. طرز تهیه فرنی بادوم رو توی کپشن برات نوشتم، حتما بخونش. مزاجتو نمیدونی؟ کلمه مزاجو زیر همین پست برام کامنت کن تا یه تست مزاج شناسی توی استوریا برات طراحی کنم و بتونی با استفاده از اون مزاجت رو تشخیص بدی. بفرست واسه اونهایی که نمیدونن صبحانه مناسب مزاجشون چیه. اگر دوست داری بازم از این محتواها و نسخه‌های طب سنتی یاد بگیری، همین الان کانالمو سابسکرایب کن و زنگوله‌ام روشن کن تا اولین نفری باشی که ویدیوها رو میبینی.